سلام به همه دوستای عزیز. اومدیم با یه اسکریپت جدید و یه چیز باحال‌تر. صفحه فیشینگ درست میکنه، برای قربانیاتون میتونید بفرستین و یوزر و پسورد هر چیزی که بخواید و واسهتون در میاره. البته اینا همش به خاطر هدفهای آموزشیه و خودتون میدونید و عاقبت کاری که خودتون میکنید. یعنی من هیچ دخالتی ندارم. حتی سایت گیت هابم که توش پر از اسکریپت های متفاوته فیلتر نیست، یعنی برای اهداف آموزشیه. هر کس مبنا بر استفاده که میکنه سنجیده میشه. خیلی خوب، اینجوریه که بعد از دانلود اسکریپت، اسمش هم ایکس فیشر بالایی، کپی و پوشه مورد نظر رو باز میکنیم. نوشته ایکس فیشر دات اس اچ با دستور باش اجراش میکنیم. خیلی از گزینه هایی که میشناسن عموم مردم اینجا هست، اهم از توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، گوگل، نتفلیکس، تیک تاک، اسپاتیفای و حالا همش هم میتونید امتحان کنید، همش هم میتونید بسنجید و براتون، حالا برای گیمران قسمت رو میخوام بذارم. گزینه استیم رو انتخاب میکنم، شماره 7. میگه آقا میخوای خودت یه دونه بسازی یا یه دونه خود ترموس واسه بسازه؟ میگم آقا حوصله‌شو ندارم، یه دونه خودت بساز. این لینکی که بالا میده اون سایت مورد نظرتونه که باید بدید به قربانی. حالا من اینو واسه تست گذاشته بودم، دوباره واسهتون میدم. پیست. دقیقا صفحه ورود به استیمو میاره. بالا میزنیم 1 2 3، پایین مثلا میذاریم 3 2 1. گزینه ورودو که بزنی همینجوری واسهتون میره جلو. ولی اینجا چی داریم؟ اینجا آی پی تون هست که حالا توی آی پی TXT سیو میشه